رفقا یه نکته بگم در مورد پرات‌های یورو 2 قدیمی‌ها. دوستان دقت کنید، اگر کیلومتر ماشینتون قطع میشه، خراب میشه، میرید شما این چپاقی رو عوض میکنید یا این قلافی رو عوض میکنید. دائم درگیرید با این چرخ دنده ها، چون جنس خوبی نداره، باعث میشه که خورده بشه یا شلاقی بزنه یا در کل اصلا کار نکنه. کلا این سیستم رو جمع کنید. بچه نگاه کنید، یه حلقه‌ای هم دقیقاً اینجا زیر هوزینگه که این با این چرخ دنده درگیر میکنه. خب وقتی که این خراب میشه، تون اینو خراب میکنه، مجبور میشه گیر بکس ماشینتون رو باز کنید. حالا یه راهکار بهتون میدم که اصلا این سیستم رو کلا جمع کنید، بیاید از سیستم مگنتی استفاده کنید. این حلقه زیرا مگنتی و یه همچین غلافی میگیرید، تمام اون سوکت مستقیم میذارید سر این، دیگه به هیچ عنوان کیلومتر ماشینت نه قطع میشه، نه خراب میشه، نه هیچ اتفاق دیگه. این نکته‌ایه که باید بچه‌ها دقت کنید تو پرایدهای یورو 2.